امروز میخوام بهترین سلاح‌های سری سولز رو بهتون بگم، پس بزن بریم. بازی اول دارک سولز 1 گریو لورد سورد. این شمشیر یا تخمی مال باس فایت نیتوه که ما میتونیم حتی اول بازی هم بگیریمش، ولی خب اول بازی خیلی سخته. اول باید به منطقه کاتاکامبوز وارد بشید، بعد یه تابوت اونجاست که میتونید واردش بشید و شمشیر نیتو رو بگیرید. بازی بعدی دارک سولز 2 رپیر. این شمشیر رو میشه اما اول بازی گرفت از آهنگر، ولی تا آپگرید نشه خیلی ضعیفه و این شمشیر سوزنیه. بازی بعدی دارک سولز 3 سلت سورد توین بلید. یکی از بهترین شمشیرهای کل سری سولز، یه شمشیر دوتایی که با برداشتن بیلد مرسنری همون اول بازی میتونید بگیریدش. بازی بعدی بلادورن لودویگ هولی بلید. سلاحی که توی DLC بعد از زدن باس لودویگ میتونید بگیریدش که بعد از آپدیت کردنش خیلی خوب میشه، ولی اگر اول بازی هستید ساو کلیور بهترین سلاح بازیه. بازی بعدی الدن رینگ ریورز آف فلاد. الدن رینگ کلا سلاح‌های سلیقه‌ایه، ولی به نظر من ریورز آف فلاد بهترین سلاحی که آخر بازی هم میتونید بگیریدش، چون یکی از بهترین بیلدها رو میتونید باش بسازید.